سلام و درود خدمت دوستان عزیز. امروز اومدیم درباره یکی از بزرگترین بازیگران سینمای هالیوود صحبت کنیم. ویلیام برادلی پیت، معروف براد پیت، یکی از مشهورترین و پرطرفدارترین بازیگران هالیوود است. او با چهره جذاب، استعداد فوق‌العاده و نقش آفرینی‌های ماندگارش به یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های سینما تبدیل شده است. در این متن به زندگی شخصی، حرفه‌ای، ازدواج‌ها، چالش‌ها، سفرهای بین‌المللی و آینده حرفه‌ای او می‌پردازیم. براد پیت در 18 دسامبر 1963 در شاونی اوکلاهاما به دنیا آمد. او در اسپرینگفیلد میسوری بزرگ شد. پدرش ویلیام آلوین پیت مدیر یک شرکت حمل و نقل و مادرش جین اوتا مشاور مدرسه بود. در دبیرستان او به ورزش و هنر علاقه داشت و پس از فارغ التحصیلی در دانشگاه میزوری رشته روزنامه‌نگاری و تبلیغات خواند. اما تنها 2 هفته قبل از فارغ التحصیلی دانشگاه را رها کرد و به لس آنجلس رفت تا بازیگر شود. براد پیت در سالهای اول حضورش در هالیوود شغل‌های مختلفی مثل رانندگی و لباس عروسکی پوشیدن برای تبلیغات را تجربه کرد. او کارش را با نقش‌های کوچک در تلویزیون آغاز کرد. اولین موفقیت مهم او فیلم تلما و لوئیس بود که هرچند نقش کوتاهی داشت اما توجه زیادی به خود جلب کرد. این فیلم دروازه شد برای ورود او به سینمای حرفه‌ای. بعد از A River Runs Through It، Legends of the Fall، براد پیت به شهرت رسید، اما موفقیت واقعی او با فیلم 7 و سپس فایت کلاب رقم خورد. در دهه 2000 فیلم‌های موفق دیگری از جمله تروی، مستر از میسیس اسمیت، The Curious Case of Benjamin Button او را به یکی از پردرآمدترین بازیگران هالیوود تبدیل کرد. براد پیت در سال 2000 با جنیفر آنیستون ازدواج کرد. این زوج از محبوب‌ترین‌های هالیوود بودند، اما در سال 2005 از هم جدا شدند. دلیل این جدایی آشنایی براد پیت با آنجلینا جولی در فیلم مستر از میسیس اسمیت بود. براد پیت و آنجلینا جولی 11 سال با هم زندگی کردند و در سال 2014 ازدواج کردند. آنها 3 فرزند بیولوژیکی و 3 فرزند خوانده داشتند. اما در سال 2016 طلاق آنها بسیار پرسرصدا و جنجالی شد. پس از جدایی از جولی، براد پیت با امیلی راتایکوفسکی و برخی دیگر دیده شده، اما هیچ رابطه رسمی و ازدواجی نداشته است. براد پیت طی سالها جوایز بسیار دریافت کرده است، از جمله جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای فیلم Once Upon a Time in Hollywood، چندین جایزه گلدن گلوب و بفتا. او علاوه بر بازیگری تهیه کنندگی هم می‌کند و در فیلم‌های مثل 12 سال بردگی که برنده اسکار شد تهیه کننده بوده است. براد پیت به فعالیت‌های خیریه و بشردوستانه علاقه دارد. او در بازسازی خانه‌های مناطق آسیب دیده از بلایای طبیعی نقش داشته و به سازمان‌های مختلف کمک کرده است. مشکلات شخصی و مبارزه با اعتیاد او بعد از جدایی از آنجلینا جولی بود. براد پیت مدتی درگیر مصرف الکل بود، اما او در جلسات ترک اعتیاد شرکت کرد و موفق شد این مشکل را به کنار بگذارد. بعد از طلاق از آنجلینا جولی درخواست حضانت کامل فرزندان را داد، اما براد پیت برای حق ملاقات با آنها جنگید. این پرونده سالها طول کشید و در نهایت دادگاه به براد پیت حق ملاقات منظم داد. بعد از سالهای پرحاشیه، براد پیت با فیلم Once Upon a Time in Hollywood دوباره در اوج قرار گرفت. این فیلم باعث شد جایزه اسکار را ببرد. براد پیت اعلام کرده که قصد دارد در آینده کمتر بازی کند و بیشتر تهیه کنندگی کند. او به معماری، سفر و کارهای خیریه علاقه‌مند شده و سبک زندگی آرامتری را انتخاب کرده است. براد پیت به دلیل شغلش به بسیاری از کشورهای جهان سفر کرده است. برخی از مهمترین مقاصد او عبارتند از فرانسه، ایتالیا، انگلستان، ژاپن، آفریقای جنوبی، مراکش، هند بوده. براد پیت سالها با آنجلینا جولی در یک امارات بزرگ در جنوب فرانسه زندگی کرد و هنوزم به این کشور علاقه دارد. او بارها برای جشنواره فیلم‌ها و فیلمبرداری به ایتالیا سفر کرده. براد پیت مدتی در لندن زندگی کرد و فیلم‌های متعدد در بریتانیا فیلمبرداری کرده است. برای تبلیغ فیلم‌هایش بارها به ژاپن سفر کرده و این کشور را بسیار دوست دارد. هنگام تولد اولین فرزندش با آنجلینا جولی در نامبیا بودند و او بارها برای پروژه‌های خیریه به آفریقا سفر کرده.
برای فیلمبرداری و استراحت بارها به کشور مراکش سفر کرده. او و آنجلینا جولی در سفرهای شهردوستانه به هندوستان رفتند. براد پیت عاشق سفر است و از فرهنگ‌های مختلف الهام می‌گیرد. براد پیت مسیر طولانی را از یک جوان رویاپرداز در میسوری تا یکی از بزرگترین ستارگان سینما طی کرده است. زندگی او پر از فراز و نشیب‌های حرفه‌ای و شخصی بوده، اما همیشه توانسته قوی‌تر از قبل بازگردد. او همچنان در اوج است و به نظر می‌رسد که برای سال‌های آینده نیز یکی از چهره‌های برجسته هالیوود باقی خواهد ماند. اگر تا اینجای ویدیو هم ما بودید تشکر میکنم و کانال ما را سابسکرایب کنید.